دادا پرچم بالاست. اومدم بهتره کنم، فرقی نداره کی سوار اون جت اسکی بشه. در واقع دریاس خودمه، شک نکن رو دستم. در واقع شما با یه جت اسکی دیگه مسابقه نمیدی. حالا خودت میبینی. آماده پرواز شد. واسه پرواز؟ اونورا ببین. شما قراره با بهترین خلبان جت پک دنیا مسابقه بری. این دیگه چه گفتی؟ من خودم هم نمیدونستم، ولی انگار واقعا یه عده با جت پک مسابقه میدن و این دوستمون نفر اول دنیاست. یعنی جایزه دارین؟ آره داداش، یه جام گنده میدیم. جالب شد. نه بس موج میدن. میگم بچه‌ها لطفاً سریع یه جام جور کنین وگرنه آبرمون میره. چالشمون خیلی ساده است. دیجی خالد با یه جت اسکی از رو دریا میره و عیسی هم از تو آسمون. اولین کسی که بتونه کل مسیر رو رد کنه برنده است. آقایون داداشم حاضرید یا نه؟ 3 2 عمرم بذارم ببرم. 1 برید. برو بابا برو. رفتم تو کارش. خب دیجی خالد فعلا جلوه، ولی ایسان درست پشت سرشو داره بهش میرسه. رسیدن به اولین پیچشون. داره بهش میرسه، خیلی نزدیکه. انگار ایسا میتونه تو مسیر مستقیم تندتر بره. ای وای، سرعتشو ببین یا خدا. خالد جلو یالا زد. خالد بگازونه. هنوز تموم نشده. آره ممکنه خالد توی ببره. این پیچه جت اسکی میتونه سریعتر باشه. ممکنه خالد بهش برسه. ای وای ای وای. برو خالد ثابت کن از همه خفن تری گولاخ من.